فقط کافیه یه بار این پاستا رو تو خونه درست کنید. دیگه هیچ رستورانی تو پاستا نمیخورید. خب بریم سراغ ادامه کارمون. سسمون تقریبا به غلظت رسیده. نگاه خیلی هم قرار نیست غلیظ بشه. الان این غلظت براش خوبه. خب من پاستاهایی که آبکش کردم و داخلش میریزم. از پاستای جو دو سرم استفاده کردم که رژیمی ترم میشه. خب حالا کامل مخلوطش میکنیم. خب حالا توی این مرحله پنیر پیتزا دستم کاملا شستم. خب پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدار بهش آبیشن اضافه میکنم. درشو بذاریم یه 5 دقیقه مواد به خورده هم بره. فقط در حد 5 دقیقه. خب بعد اینکه مواد به خورده هم رفتن، این غلظت رو داریم. خب الان وقتشه که توی ظرف سرومون بکشیم و بهش پنیر پارمزان اضافه کنیم. فقط شما غلظت مواد رو ببین. این هم از پنیر پارمزان. نوشه نگاهتون.